امروز اومدیم بریم تو بازی مینی بلوکرافت ساعت بسازیم. اول بریم یه جای خالی پیدا کنیم. همینجا خوبه. برای این کار یه سنگ برمیدارید. خب این 5 تا میرسیم. بستگی به سلیقه خودتون داره. من اینو برمیدارم و میرید توی این قسمت. خب فرقی نداره از هر کدوم رنگ باشه. من آبی رو برمیدارم. آبی و زرد و بیشتر دوست دارم. خب برای این کار 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 6 تا باید بذاریم. خب ما یه دیوار شیک میسازیم. بعد میای این رنگ دلخوامونو میذاریم. خب میریم تو قسمت الکتریکیا. یه دونه از این برمیداریم و این دب باید این نوکش بعد رو به پایین باشه. بعد میریم توی این قسمت دیگه به اینا نیازی نداریم. بعد این تا داداشمون رو برمیداریم. اینو میذاریم. 2 تا باید یعنی اینو میذاریم. بعد این باید برعکس باشه و میایم اینو میذاریم. اینو برعکس میکنیم. خب این باید روبش به بالا باشه که یه ام در بیاد و اینو میذاریم. خب این باید روبش به بالا باشه. خب حالا رسیدیم با آخرش. این چطوری کار میکنه؟ خب میایم جلوش. آچار پیش گوشتی نگه میداریم. خب این ما الان اینجاییم. خب ما باید یه فرمولش رو پیدا کنیم. خب اینو باید پاک کنیم. به جاش باید بیایم.
بیایم 6 تا 1 بذاریم و روی اوکی کلیک میکنیم و روی این خب ما باید بیایم اینجا عدد وارد کنیم و روی اوکی کلیک میکنیم. خب من این کارو میکنم تا شما بنویسید. اینو باید بنویسید، اینجا باید بنویسید، نه. خب یاد گرفتید و روی اوکی کلیک. شب شد. خب میایم روی این خب ما باید از اینجا شروع کنیم به نوشتن. خب میایم پایین و از اینجا شروع میکنید به یک نوشتن. این 1 رو باید بذارید. روی اوکی کلیک میکنیم و میرسیم به مرحله آخرش. خب اینجا باید این فرمول رو وارد کنید و روی اوکی کلیک میکنید. بفرمایید اینم از ساعت واقعی. یه ساعت شیک درست کردیم. اگه خواستید میتونید روشم بپوشونید. فعلا خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.